سلام دوستان. میگن آخرین حرفا رو شاید قبل از هر اتفاقی باید با خنده گفت، اما متاسفانه این روزها خنده به دل هیچ کدوممون نمیاد، چون مادران ایران داغدار فرزندانشون هستن، پدران ایران بغض فرزندانشون رو در گلو دارن، مادر میهن داغداره و این باعث میشه که هیچ کدوممون این روزهای خوبی رو نداشته باشیم. اما یک فرصت مهمی رو پیش رو داریم دوستان. ببینید، درست همه ما داغداریم، درست همه ما دلتنگ عزیزانمون که در زندان ها هستیم، اما این رو بدونیم که مادر ایران، این سرزمین کهن، سرزمین جاویدان، بارها مورد حمله و تجاوز دشمنان متعددی قرار گرفت، از چنگیز و از سکندر و از محمود و همه این از اعراب، ولی از خاکستر خودش برخواسته. همیشه امیدوار بوده، همیشه فرزندانش بابک ها، کاوه ها، آرش ها بودند که روزگار این خاک رو عرش برسونند، آسمون برسونند اون جایی که هست. و این بار هم در فرصتی که پیش رو داریم در 25 شهریور، همین فرزندان، همون بابک ها، همون آرش ها، همون کاوه ها در کنار مردم ایران، دست در دست مردم ایران 25 شهریور در خیابان ها خواهند بود. اگر همه ما همت کنیم، اگر همه ما این تعفن جمهوری اسلامی به قلبمون زده، اگر میخوایم این تعفن رو از وجودمون بیرون کنیم، از وجود میهنمون بیرون بکنیم، باید 25 شهریور در خیابان ها باشیم، در خیابان های تهران، در خیابان های شهر، هر شهری از ایران، خیابان های اصلی و شعارهایی که مردم رو میتونه با هم متحد بکنه، هممون رو میتونه دست به دست هم بده، اون شعارها رو سر بدیم. ساعت 11 صبح همزمان ساعتمون رو هماهنگ کنیم، همزمان با سروده ایران شروع میکنیم و بعد میریم به سوی اون مسیری که توی خیابون ها هستش و نمیترسیم از نیروهای امنیتی، چون که اونها از ما میترسن، ما از اونها نمیترسیم. اگر ما با هم باشیم، اگر کنار هم باشیم، اگر ما فرار نکنیم، اونها از ما فرار خواهند کرد. 25 شهریور ایران رو پذیریم.